During the Iran-Iraq War, all Iranian mothers willingly sent their children to defend the country. This mother says that when my son was martyred and I tried to caress him in the coffin, his head was severed from his body, and that was the hardest and worst moment of my life. این بار دیگه فهمیدم مکات اومدن گفتن تو سپاه گفتن نرو و ما توقع داریم نری گفتم من هیچی نمیگم بهتری برم یعنی تو رفتن گفتم کیوش هستی گفتم من همسیهشون هستم گفتم اگه میگی مادرشون نمیذارم ببینیش وقت گفتم همسیهشون هستم رفتم در اینجا بکندم مادرم با سریع همراه همین خونده دیدم و نگنم چقدر وقتی که سرش ایستم نازش بکنم دستم به سرش برم دیگه من که کسی نفهمیدم چشاش در اونو